میکروفون ریزر سایرنت مینی رو امروز سفارش دادم و میخوام آنباکسش رو شما هم ببینید. مرسی از اداره پست بابت خط و خش که خوشگلش کرده. با چاقویی که حمید 10 سال پیش بهم داده میخوام که بازش کنم. باز نمیشه با یه دست و نیاز به دو دست دارم. بالاخره بازش کردم. یک نامه ببینید از کوفاندر شرکت ریزر، حقیقتا خوشم اومد ازش. یک میکروفون داره که باید داشته باشه، غیر از این که نمیشه. این میکروفون یک کاور داره، کاورش خیلی خوبه، برای تمیز نگه داشتنش واقعا به درد میخوره. این میشه پایه میکروفون. ظاهرا کیفیت خوبی داره پایش و فعلا ازش راضیم. و این هم سیم یو اس بیش هست که چیز خاصی نیست بخوام توضیح بدم براتون. اینم که به سختی در میاد و باید اینجوری درش بیارم، اتصال بینشونه. و این هم خود میکروفون، یه ظاهر خیلی مینیمال و شیکی داره، صدای خیلی خوبی داره. الان این صدایی که دارید میشنوید از میکروفون موبایل هست و الان از میکروفون ریزر صدای